دوستان عزیز گرامی، یه دونه دستگاه استار ست داریم. ببینید روشن که میکنیم فقط چراغش همینجوریه. میخوایم با هم دیگه بریم تعمیرش بکنیم. من برقشو قطع کنم، یه نگاه ظاهری که ما به بردمون بندازیم. تو هم قسمت تغذیه رو یه من تمیزش بکنم. خب اولین چیزی که ما اینجا میبینیم، این خازنمون باد کرده، این خازنمون باد کرده، بقیه چیزا رو. این خازنمون ظاهرش سالمه. خب دیدشاتیامون، بقیه دیودامون ترکیدگی نداره. این سلفمون هم که سالمه. خب ما اینو درش بیاریم، بردو باز کنیم، بیاریم بیرون ببینیم که ایراد از کجاست. آیا با هم خازناش مشکل حل میشه یا نه؟ باید بریم آیسیش و رگولاتورش و اینا رو هم چک بکنیم. خب 4 تا پیچ داره، 2 تا اینور. پیچاش همه رو باز بکنیم و چون چراغش روشن میشد، چراغ قرمزش، ولی هیچ صفحه نمی آمد. به احتمال زیاد مشکل از همین 2 تا خازنا باشه، ولی خب بازم باید کامل تست کنیم تا مطمئن بشه. خب من اینو این طرف بگیرم یه تمیز کنم که روی لباسامون نریزه، گرد خاک زیاد داره. دستگاه من این مقدار بذارم کنار، این بردو بیاریم اینجا. این 2 تا خازنشو اینجا هم ببینید انگار قبلا این لحیم شد، اینجا هم خودش ول کرده. خب ولی این یکی تعویض نشده، این یکی قبلا یه بار تعویض شده. خب ما اول این 2 تا رو در بیاریم، 2 تا خازنمون رو. یه دونه خازن اینجا بود، 2 تا خازن سبز. حالا اندازش هم نگاه نکردم، ولتاژ و ظرفیتش چقدر. حالا میاریم بیرون با هم دیگه میبینیم ولتاژ و ظرفیتش چقدر. اول همیشه برای این کار بخواید در بیارید یه مقدار قلب بزنید، چون قلب خودش قلب کارخونه‌ای بخواید در بیارید یه مقدار شما رو اذیت می‌کنه. یه مقدار قلب بزنید تا قشنگ خودش رو آب کنه، ول بکنه. راحت قلبش رو بکشید بیرون و به راحتی میتونید در بیارید. خب ما اینا رو درش بیاریم دونه دونه. اینو در آوردیم. این چند ظرفیتش؟ خب 10 ولت. این که 1000. بعدی رو ببینید. خب این چنده؟ اینم 10 ولت 1000. خب 2 تا ما 10 ولت 1000 نیاز داریم. اولی مقدار جاش که در بودیم تمیز میکنیم که چیزی اینجا نمونه. خب 2 تا 10 ولت 1000 پیدا کنم بیارم. 10 ولت 1000. خب ببینید مال خودش اینجوری، اینا بلندتره. این خازنای سبز اینا جنسشون کیفیتشون خوبه، 2 تا با کیفیت براش میذارم. مشکی معمولا خازنای با کیفیتی نیستن. خازنهای سبز، قهوه‌ای و نارنجی ها اونا خیلی. این قسمتی که هاشور داره همیشه یادتون باشه قسمت منفیه. مثبت منفیشو حتما رعایت کنید، چون خازنای الکترولیت اینا قطب‌دار است، جهت داره. اشتباه بزنید برد تو صورتتون میتره که این خازنا یا قطعات خدای نکرده به چشم شما آسیب یا صدمه‌ای نزنه. خب یه لحیمش بکنم من یه لحظه اینا رو هر کدوم یه پایش فعلا جا بزنم تا تکون نخوره. خب این ثابت شد، این یکی هم ثابت شد. حالا 2 تا پای دیگه هم لحیم کاریاش انجام میدم. خب خیلی خوب، اضافی هاشو یه نقص بکنم. کفچینم بیارم. خب بعد با کفچین چیدم یه بار دیگه میام
از تینر استفاده میکنم، کامل تمیز میکنم که سربی قلی چیزی روش نمونده باشه. یه دست مرکزی هم روش میگیرم عشان خشک میکنم که چربی روش نمونه. خب یه بار رو دستگاه ببندم، یه لحظه تستش کنم ببینم چطوری هست. فقط حواستون باشه چون این خازن‌ها شارژ داره، چون تازه تو برق بود. حتی مراقبت بکنید دستمون روی خازن‌ها نخوره، خطرناکه، بد میگیره برقش آدمو. خب فعلا من 2 تا پیچ موقتا ببندم، اینو یه تستش بکنیم. سلام وقت بخیر. شرمنده مغازه بغل دستیمون بود. خب بیام یه برق 220 جا بزنیم، این سوکتمونم جا بزنیم. خب بریم یه تستش بکنیم ببینیم. بله بوتش که نمی اومد بالا، اگه دیده بشه بله اومد بالا. خب کانال 19 اومد. این کانال رو عوض کنیم. کنترلش انگار نه، کنترلش کار نمیکنه. و همینجا چنل عوض کنیم، چنل 18 19 20. بله اینم فقط مشکلش همین 2 تا خازنش، با تعویض این 2 تا خازن مشکلمونم حل شد. اگه دوست داشتید واقعا لایک و سابسکرایب یادتون نره، ما رو حمایت کنید تا بتونیم همینجوری ویدیوهای عملی براتون بسازیم و لذتشو ببرید.